استاد درباره توی پرسیدنی بودم در تاجیکستان از همین طبق شریعت چگونه همین توی گذرانی مقصد اه، موافق اسلام شهادت درست اصلی توی برادر عزیز اعلان است. اعلان پیامبر صلی الله علیه و آله اولیم ولو بیشات گفتن یک گوسفند قطعی باشدم یک توی تی گفتن تا اینکه مردم داند که فلانی و فلانی خانه‌دار شده ایستادیان. یعنی از سپاه از نکاح های غیر شرعی باید فرق داشته باشد، اعلان داشته باشد، مردم دانند. تعام دادید خوب است. یعنی بعضی توی های پیامبر صلی الله علیه و آله خیلی که ما در یکی از برآمدی پخشی مستقیم 64 را گوش کنید، پر احکام توی، احکام مهر، احکام چگونه گذرانیدن توی هست که در توی بعضی زنهاشون نان و سویق دادن، نان و حلوا دادن. توی در سفر شد، یک گروه مسافرها سفر داشتن، سحر خیستن و پیامبر صلی الله علیه و آله به مردم نان و حلوا دادن، گفتن ما فلانی خانه دار شدیم. یعنی همین خیلی همین اعلان داشته باشه، همین تمام تید به مردم کفایه است. 20 نفر 30 نفر 20 نفر از طرف خدا، 20 نفر از طرف اون خدا. اگر توی تید خوب است، اگر امکانیت و شرایط داشته باشه بسیارتر آدم خبر کنید و تمام تید با خوب است. مقصد شریعت چی؟ مقصد شریعت همه با خبر میشن، هم اومده یک دعا میکنن، شاید دعایی یکی آنها قبول میشد که همین نکاحتان نکاحی با برکات میشود و دنیاتان آخرتتان آباد میشد. بله.